الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله و صحبه اجمعین. برادران عزیز و گرامی، من یک لحظه تنفس کردم. انشاءالله باز سوال ها در پیشم. برای شما باز دوام سوال ها را میخونم. خداوند خاتمه همه ما و شما را بخیر کنه، ایمان ها را کامل نگه داره، باز هم محبوبیت اخلاص ما را به سوی دین خدا باز هم زیاد بگرداند. حضرت مولوی رومی میفرمود که نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا. برادران عزیز، از این همنشینی ها، از این گوش کردنی ها انشاءالله شما هم عطا میابین، هم ثواب میابین، هم گردی فتا، هم جوان مرد میشوی. خدای مهربان حفظتان کند. سوالی که آمده است گفته است: استاد، حضرت عمر رضی الله عنه در اسلام مرتبهش بلند بود یا امام اعظم؟ برادر ما سوال کرده است که آیا مقام و مرتبه حضرت عمر بلند بود یا حضرت امام اعظم؟ امام اعظم همین ابو حنیفه رحمت الله علیه که ما و شما با او مذهب داریم. البته برادران عزیز، حضرت عمر هم مقامش نه تنها از ابو حنیفه بلکه از امام مالک هم، از امام شافعی هم، از امام احمد حنبل هم، حتی از بسیاری صحابه ها مرتبه حضرت عمر بلند بود. برادر عزیز، برای همین او صحابه بودن یا تابعینن. یعنی امام ابو حنیفه تابعین است. تابعینش یعنی صحابه را دیدگی. صحابه کسایی که پیامبر را دیدگی. ابو حنیفه پیامبر را ندیده است ولی اصحاب پیامبر را دید. به همین خاطر یا تابعین میگن. حضرت عمر و ابوبکر و دیگر یارای پیامبر و اصحاب پیغمبر صحابه میگن، به خاطری که اونها پیامبر را دیدن، با او ایمان آوردن و همچون با همو ایمانهاشون دنیا را پدرود گفتن. این حضرت مقامش از همه امام ها و از همه امت پیامبر بالا و بهتره. برادر عزیز، خب سوال دیگر: استاد عزیز، از چی سبب است که خداوند 7 در دوزخ و 8 در بهشت آفریده است؟ اولا ایره الله خودش میدانه که برای چی 7 دوزخ و 8 بهشت آفرید. ایره حکمت چه خدا میدانه. دادر عزیز، این چیزی نامده در یگان جا من ندیدم که خداوند بگه با این خاطر 7 دوزخ دادم و 8 بهشت دارم. نگفته است، علت هم نگفته است. فقط این گویم یک مرحمت الهی است که همه وقت این که یعنی بهشت زیاد کردنشم ای از همون وسعت بگیم یا از زیاد بودن رحمت خدا های. یعنی خداوند بهشت زیادتر کرد که تا در اوجا مردم ها زیادتر داخل شوند، مردم ها زیادتر مقصد از نوش نعمت خدای مهربان برخوردار شوند. ولی برادر عزیز، الله خودش میداند که برای چی این عددا را آفریده است. آیا در فرزند نام ابو هریره گذاشتند؟ این ابو هریره برادر عزیز یا کنیت تناخه یا کنیت به معنای لقب.
یعنی ابو هریره نام اصلش عبدالرحمن ابن صخر بود و عبدالرحمن نام داشت. ابو هریره به خاطر همون دوست داشتن گربه بود و گربه را همین پیشی که دوست می داشت، به همین خاطر و ابو هریره می گفتن، یعنی پدر گربه. از همین لحاظ ابو هریره نام نیست، این خیلی نام هم گذاشتن در کار نیست، این درست هم نیست. نامی اگر ابو هریره معقوطانه عبدالرحمن، مرحمت عبدالرحمن مونین، هم محبوب ترین نام به سوی الله مهربانه. خب سوال دیگر، استاد مرد تا چند مدت از زنش دور باشد که زنش به او طلاق می شود؟ یعنی چند ماه یا چند سال از زن دور باشد که زن طلاق می شود؟ اگر زن برادر عزیز تا 4 سال شما اگر نه مالی یاردم میکنین، نه همراهش هستین، نه خواب خیز دارین، نه از او احوال پرسی میکنین، در 4 سال میتوند زنک رفته از مرکز اسلامی خط طلاقش بگیرد، یعنی از تن مرد از مرکز علاقه طلاقش نویسانده میشود، ایدهش هم میپاید شوهر کردن میگیرد. یعنی تا 4 ساله اگر مردک مالی یاردم نکند، همخوابگی نکند، از احوالش نپرسد، زنک میتوند که رفته خطی طلاق شد بعدی 4 سال گذشتن بگیرد. لیکن اگر به شرط بعضی آدمایی که مثال معذورن، مثال زندان دارن یا ممکن در سفر هن امکانیتی آمدن ندارن، خلاص یا یک راه دور میروه بیمار میشوه، در این حالت اگر مبلغ روان کرده بتاند یا از حال مثال همی زنک پرسیده بتاند، خدا خواهد اینجا ده دیگه این زن باید که راه مرد نگاه کنه، باید که صبر کنه. اگر مثال صبر کردنی نباشد، مردک بگه که ما 10 سال مثال بگیم حکم صادر شده که من باید در زندان بشینم، یا اینکه مثال هم مرد می رود از پیش زن دور می رود 1 سال نیم سال پس میگه زنکش که مثال من دیگه آمدن نمیتونم. همینجا اگر زنک از مردک طلاق طلب کند، بگد که مادامی که تو نمیای یا مادامی که تو مثال این قدر سالهای طولانی در زندانی، اگر مردها خودشون اگر بگه زنک جواب بتن، امکان جواب دادن باشد، خوب می شود. لیکن اگر به شرطی که زن رفته بتاند، خبرگیری کرده بتاند، اینجا در دیگه ضرورتی طلاق طلب کردن نیست. ولی مردها قطعی اگر مصلحت کنن، مردها اگر اجازت بتن که دیگر من در حقیقت مقصد خدمت زامین نمیکنم، این سالهای دراز تر من نمیکنم و طلاقش کند، انشالله اینم یکان گناهی ندارد. ولی حرکت کنیم برادر عزیز، حرکت کنیم که وقتی بسیار زن میگیری، عروس 1 ماهه و 2 ماهه و 3 ماهه را میمونی، 2 سال 3 سال در ملکای بیگانه میرای میگردی، بعد یکی آوازه میبراید که زنت با یک فلانی مقصد راست گرفتن، زبان یک کردن، خواب خیز کردن. اینجا برادر عزیز خود ملامت کرد، این عروس بود. وقتی 1 سال ایستادی، نیم سال ایستادی، ببین حضرت عمر حفصه را چی گفت؟ گفت حفصه گفت دخترشه، زن حضرت پیامبر من بود. گفت حفصه گفت همین زنک چند قدر میتونه که به شوهر طاقت کنه؟ حفصه مادر من گفت همین تا 4 ماه گفت زنک چه مقصد داشته میتونه. بعد 4 ماه گفت امکانه که در همون جاگه خوابش گفت آتش بزنن. حضرت عمر امر کرد که بعد 4 ماه در کجای باشین بیاین ای زنهاتون خبرگیری کنین. برای همین کدامید که در کجای باشی امکان داری از همه در مهم زندگی تای بیا اینجا در باز 1 ماه 2 ماه بیست مثلا 4 ماه دم نتونی، حدی اقل 6 ماه بیا
6 ماه نتونی، حداقل 1 سال باید بیای تو، حتما بیای باید خبرگیری کنی. اگر امکانی بردن باشه بگی ببر. بسیاری زندگی از همین حساب ویرانه. این عروس های بیچاره، این خانه تاجیک ما قریب 8-10 نفر آدم داره. تو در اینجا ایره میمونی، با مبرای میرای، با یک فعل دیگه یاد گرفتیم که طلاقی اکام دختره در دستی آتاد میتی و آچاد میتی و خواهرت میتی و اپاد میتی و دادرت میتی. یک آدم، این 7-8 آدم قدی چه ساز میگیره؟ زبانی همه ایره کجا میوایی؟ این باید در پیش همه ایمون خوب شود. این همه ایمون در باید خدمت کنه. خیلی ممکن نیست. یه نگاه شریعت ما درسته. برای همین هر باری که رفتی در همون راه های دورم که باشی، حاضر تلفن های حتی به پول شیدگی های هر روز زنگ بزن، هر روز زنت قدی گپ بزن، بپرسش زنک نازی، احوالات خوب های، وقتات خوش های. اگر یکی مبادای زنت شکایت کنه که خی مقصد آچت غم میته، خواهرت غم میته، خب در حال دیوانه نشه، زیرا که این کارها هستن. تو در او نصیحت که بگو مثال زنک من میدونم این سبب راهدوری ما های، اگه ما در همون جا باشیم انشاءالله این کارا نمیشوه. این زنت مثال بیچاره دور بدنی تو، ایسا ای طرف خانه او را غم دادن ای، تو دلتی که بگو زنک صبر که مایلش. تو حالا که تو میدونی که فعلی آچت هم میدونی، فعلی آتت هم میدونی، فعلی دادرات هم میدونی. بسیارت به خاطر مادر پدر فرزندای پدرت زناتون طلاق کردین، گشته با قطعی اولاداتون جنگی شیدین، با همون زن تو نکاح کرده گرفتین کو. برای همین دایم زنگ بزن، دایم اول پرسی که خیلی هیچ وقت دیگر این چیزها را راه نته که همون مادر تا زنگ زدی چه خیلی نازین سازین و چه خیلی خوب کردی، کاری خوب کردی، مادر تا اول زنگ بزن. ای مادر درباره زنت بپرس، بعد از اون در کار شو مادر تا بگو تلفن دستی زنی ما دبتی ما قطعی زنم گپ زنم. این خیلی نه که تری پرینسیپا را قبول نکنه که قطعی ما گپ زدی شید همینجا دای مقصد همه نغزه همه نه، ما قطعی زنم باید گپ زنم. برادر عزیز، اگر همی کار نمیکنی تو گناهگاری. اگر مادرت به گپ نزد سخنی مادر تا نگیر، قطعی زنت گپ زن، اول پرسیش بکن، نصیحتش که، با صبر دعوتش که، زیرا دوری تو بسیار برای زن مشکل های. چرا که تو هم در همونجا عذاب میکشی، اذیت میکشی، ای حسابی بزنید ای هم در اینجا عذاب اذیت میکشه. اوجا با تو خوبی که ترا هیچ که غم دقت نمیته، یکی اینجا دا ای کلین مردم قطعی بسیار مراسا وزبینای، اکثریت وزبینای. هست خانه های هست که کلین ها را رنگ فرزنداشون دوست میدارن، کلین ها را حرمت میکنن، ولی جای های هست که کلین ها بسیار در حقش جبر میکنن. برای می دادر عزیز هر روز زنگش بزن، هر شب زنگش بزن، شوخی که قطیش، اول پرسی که در کار شاید مبلغ روان که بگوی نه یکا بگیر مثال فلان کاراتا بود که همین چیزها را برادرات جدی بکنین که همین کارا و بدبختی ها ای حساب انامین معاملای درشت شما و معاملای سخت خانوادگی شما هست. استاد جان، آیا شخصی که فیلم های فحش تماشا میکند از پس او نماز خواندن درست است یا نه؟ نه، ای پس او نماز نخونید. اگر میبینید که امام شما مقصد فیلم های فحش تماشا میکند،
گوییم صورتهای بی‌معنی تماشا میکند یا همیشه دست به کار حرام میزند. شما از پشت او نماز نخونید دادار عزیز، از پشت آدم بی توفیق نماز نخونید. این نماز خودش بسیار یک عبادت مهم، یک عبادتی هست که الله این عبادت دوست می‌دارد. این عبادتی را که خدا دوست می‌دارد، از پشت یک آدمی که خدا را دوست نمی‌دارد ای پشت او این عبادت نکنید. دویم وقتی که تو می‌دانی که این آدم بی توفیقه، در دلش شبهه داری، نمازت ای پشتی او درست نمی‌شود. برای حیفی همو امام هایی که هم نامشون امام هم مقصد به همه کارهای بدبختانه دست دارن، حیفی همو نام امامی. اینها را از پشت نماز نخوانی، تنها بخونه ای پشت همین نخوان. خب اینجا دم آمده است که آیا بعد از سوره فاتحه آمین رو بلند خوانیم جایز است؟ نه برادر عزیز، از پشت سوره فاتحه وقتی که ولضالین آمین میگین، آمین پس بگین. جناب امام مالک رحمت الله علیه و جناب امام ابو حنیفه اینها آمین پست میگن و در پس بدنشان برادرای عزیز در مذهب خودمانم دلیل و حجت ها بسیاره برای پس گفتن آمین. چندین مقصد حتی بینین میگه آمین این خودش دعا های. دعا وقتی میگیم ولضالین آمین، آمین یعنی دعا هست. ببینید و ترجمه اون چونین است بار الها. خب انا قبول فرما، یعنی همین آمین به معنای بار الها قبول فرما. ما زی دعا میکنم و خدای مهربان همین دعای ما را قبول فرما. آمین اما آمین قبول فرما، این دعای خودش. به همین خاطر بین چی میگه بعد؟ میگه که در بخاری، در صحیح بخاری از حضرت عطای ابن ابی رباح منقول است، حدیثی آمده است که آمده است که آمین دعاء، یعنی برادر عزیز آمین دعاست. امام بخاری هم ایران برادر عزیز آورده بوده است. این در این جمع تکشده مثال جلد 1 صفحه 107 گفتگی اشاره کرده است که شما میتونید که اگر در همون گوگل هم بنویسید، مثال بنویسین که آمین دعا، خودش ببره که صحیح بخاری حدیثی چنده. دعا اگرچه جهرن هم جایز باشد اما اصل آن اخفاست، چون خدای متعال میگوید که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. اگرچه آمین بلند گفتن نمیشه، آمین مثال یعنی دعا را با بلند گفتن نمیشه، لیکن میگه اصلش پسته. آیت قرآن آورده است که میگه در آیت قرآن خدای مهربان گفته است، یعنی گفته است که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، پروردگارتان را به عاجزی و پوشیدگی صدا کنید. یعنی خفیه به معنای انمو پوشیده و پست الله را وقتی که دعا میکنید. در خب این با این آیت هم مقصد که مادام آمین دعا باشد، شما مقصد چی میگد؟ انا دعا را پس کنید. اینجا آمده است
حضرت علقمه حدیثی که انا علقمه ابن وائل عن ابی ان النبی صلی الله علیه وسلم قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقال آمین و خفض بها صوتها. حضرت علقمه ابن وائل از پدرش آورد که پیامبر وقت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که میگفت آمین میگفت و خفض بها صوتها، آوازش پس میکرد در حالت آمین گفتن. یعنی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خوان سپس آمین گفت و صدایش را پایان آورد. میگه این میگه باز در مسند امام احمد هم آمده است، در مستدرک امام حاکم هم آمده است، در مسند ابو داود هم آمده است، در مسند ابو یعلا آمده است، در معجم طبرانی آمده است، در دارقطنی آورده است. همه همین ها چی آوردن؟ در جای جمع گفتیم و خفض بها صوتها، پس کرد آوازش را. اینایی که من خواندم همه یا محدثن یا میگه با این طریق هم حدیث آمده است که و اخفا بها صوته، با گفتن آمین صدایش رو میگه پایان آورد پیامبر. و اخفا بها صوته، ایرا جناب اینمی احمد و حاکم و ابو داود و ابو یعلا و طبرانی و دارقطنی و همه اینها همین حدیث آوردن برادر عزیز که پیامبرمون چی میکرد؟ پس میگفت. از اون جمله تابعی مشهور ما حضرت ابراهیم نخعی فرمود که اربعون یخفضهن الامام بسم الله الرحمن الرحیم والاستعاذة و آمین و اذا قال سمع الله لمن حمیده قال ربنا لك الحمد. اینا در مصنف عبدالرزاق آمده بوده است. میگه که 4 چیز ولی بین همین جناب ابراهیم نخعی که یکی از تابعین های مشهور، یکی نفرایی که صحابه را زیارت کرده، میگه 4 چیز است که امام باید اونها را آهسته بگه. یکم بسم الله الرحمن الرحیم که ما در آغاز نمازمان میگیم. دوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ بالله پس بسم الله پس آمین سیم پس. بعد وقتی که امام میگه سمع الله لمن حمیده، امام که گفت مقتدی ربنا لك الحمد باید پس بگه. همین 4 چیزا میگه باید پس بگه. در همین صحیفه میگه یعنی مصنف عبدالرزاق در روایت دیگری از حضرت ابراهیم نخعی آمده است که آمین با طور آهسته گفته شود و علاوه بر این 4 چیز در مورد ثنا هم آمده که با طور آهسته خوانده شود. یعنی بغیر این 4 میگه باز سبحانک اللهم هم آمده است، سبحانک اللهم هم باید پس خوانده شود. برای همین برادر عزیز این دلیل های هستند که مذهب خود ما با همین یعنی استناد کردن، با همین ما حجت آوردن که آمین که خودش دعا هست. خداوند ادعو ربکم تضرعا و خفیه، شما همیشه الله را اصل دعا میگه پسته، مادامی که آمین دعا باشه باید پس بگویش. ببین غیر این باز حدیثایی را که جناب علقمه و جناب ابراهیم نخعی و اینها آوردن و مسند امام احمد و مستدرک امام حاکم و مسند ابو داود و ابو یعلا و مثال در اونجا معجم طبرانی و چندین کتاب هایی که مثال آوردن، همه اینها حدیث هایی را جمع کردن که پیامبرمان آمین پس گفتن. برای همین شما بینید که نه تنها ابو حنیفه بعد امام مالک، این امام مالک برادر عزیز در همین نزد روضه پیامبرمان در همین مدینه تا آخر عمرش
درس حدیث میگفت. ببینین همین جناب امام مالک برادر عزیز آمین پس میگن. آیا اینها مقصد چی در مقابل پیامبر گرامی میروند؟ بگذار حدیثایی که در باب آمین بلند آمده است. برادر عزیز ما پیروی از مذهب ابو حنیفه داریم. اگر کسی برای شما نشانم دهد این حدیث مثال در همین باب آمین بلند آمده است، شما مادام پیروی از مذهب ابو حنیفه دارین، با آن چیزی که به شما نشان میدهند شما با اونها برادرای عزیز بگین میلش ما رنگ شما ایتری آدمی مثال بگیم تعصب دار نیستیم، ما رنگ شما یکروی نمیکنیم، ما رنگ شما آدمایی که آمین بلند نمیگن ملامت شان نمیکنیم، ما رنگ شما ایتری بیادب نیستیم. لیکن مادام مذهب ما که دلیل ها و حجتاش هم آورده است برای امام آمین پس گفتن، همچنان امام مالک تا اکد مثلا امروز بعضی ابله های ما ابو حنیفه را دیگر اکد همچی یک امام نمیشناسن، یکی مادامی همین هم که امام مالک برای چی آمین پست میگن؟ پیروای امام مالک چرا آمین پست میگن؟ برای همین برادرای عزیز شما همیشه از پیروی مذهبتان، زیرا امروز ولی ما در همین تاجیکستان خودمون هم داریم نفرهایی که میگن ما حنفی هم، لیکن فتواشون همه فتواهایی بگیم که از همو رویه و از همو بگیم تعلیمات های بیگانه خودشونه. برای همین این چیزها را اهمیت ندیم برادرها، در اینها مقصد داده نشین که اینا ما فلان مثال ملا را چی میگه. شما نگاه کنید که همون ملا وقتی ای مذهب ابو حنیفه دلیل بیاره، حجت بیاره، بسیار اهمیتی هم برادرای از همین چیز مهم است، بسیار مهم است. امروز نامش میگه که من ابو حنیفه ام، لیکن تمام فتواهاش ای همو راههای رویه نزاعی که یا دارن نظامی اندازن یا را سلفی گفتن ده هم برادر گناهگار میشیم، برای یا پیروی سلف صالح نیستن. از همین لحاظ مادامی که امروز در روی عالم اکثریت مسلمان ها پیروی از مذهب ابو حنیفه و امام مالک میکنن، همه اینا آمین پس میگن. آیا اینا خطا کردن؟ اینا نادرست گفتن حالا که دلیل و حجت دارن؟ برای همین برادرای عزیز احتیاط کنین. شما فقط و فقط هر یک چیزی را که در اینترنت میبینین، هر نفری که برآمد میکند که خلاف مذهبتون وقتی گپ میزند، در حال برادرای عزیز داده نشین. در حال نگه که اینا گپ در ایجاب ده، اینا ما را نادرست فهمونده. نه برادران، هیچ کس شما را نادرست نفهمونده است. احتیاط کنین که پیروی از مذهب اختونه ای دست نتین.